یه آنتراک بدیم و نه آقا آنتراک چیه میری آقا قطع نکن آقا قطع نکن آقا من دارم میگم من فدای مادرت باشم. شما بیخود میکن چی میفهمه نفر دادیم واسه دیباگ کنه. دیباگ یعنی چی؟ تدوین کنه یعنی بچه یه کات بدی. چه شد بابا پسر؟ به خاطر همین بار آخرت باشه برو بیرون. دروغ خودت نه دروغ خودت. فهمم میخوای بگی گل شیفتی که ما رو نه ببین فیلمای بعدشو دیدی اون خاک بر سریه رو انقدر خوشت اومده. چه خاک برسری اون با شرایط اونجا داره بازیگری میکنه و پرچم ایران رو تو سطح بین الملل به نظر من برده بالا. من گفتیم میریم نیم ساعت برنامه رو ضبط میکنیم تموم میشه. نگفتم چند تا الان عزیز جان 4 ساعت 5 ساعت موثره فقط بابا بذار جان مگه داریم بازجویی میکنیم. وجدانم چیزی مصرف نمیکنه. نه آقا آدم بی عقلی بودیم الکل ملکل میزدیم فکر میکردیم چه پخی است. متاسفم برات.